بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قبل از هر سخنی و صحبتی جا دارد که قدردانی بکنیم و تشکر بکنیم از رب العالمین. الحمد لله رب العالمین که الله تعالی با فضل و لطفش و با مرحمت و احسانش امشب توفیق عنایت کرد به همه ما که در این روستای منزل آب که در واقع یک مرکزی است اینجا و تقریبا یکی از قدیمی ترین آبادی های این دور و اطراف و همه اینجا به عنوان منزل آب یاد می شوند. در این روستای مرکزی همه ما هم سروران برادران و هم مادران و خواهران به یاد الله تعالی به ذکر پروردگار جمع بشویم اینجا و همه ما در فکر و توجه آخرت، توجه صحبت‌های دینی و صحبت‌های که از منافع دنیای ما بشوند، دین و دنیا. در انتظاریم همه ما که الله تعالی آنچه که مرحمت میکند در رابطه با دین و دنیا اینجا صحبت بشنویم و لحظه این احسان الله تعالی است که این توفیق و همه توفیقات خیر از جانب پروردگار و همینطور عزیزان من شکرگزارم هم از دوستان، از علمای عزیز و گرامی، از معتمدین و سرشناسان و متنفذین و از همه طیف ها و طبقات، از جوانان، از فرهنگیان
و از اقشار مختلف و از مادرانمون، از دخترانمون، فرزندان که خود فارغ کردن خود را و همه تشریف آورده اینجا و خصوصا از امام جمعه اینجا منزل جناب مولانا عبدالحمید که واقعا همت گذاشتم به مسجد بسیار زیبا و دلباز در اینجا که بیاد دلش باز میشه. ماشاءالله هم ارتفاع داده مسجد خوب درست کرده، روشنایی آورده. مسجد که ارتفاع داشته باشه فایده بیشتری اینه که روشنایی توی مسجد میشه آورد و روشنایی خیلی حیاتیه که ما روشنایی را از درب و از پنجره و از اینها بیاریم توی مسجد و در روز نیاز به چراغ نباشه و خانه هایی که می سازیم هم به نحوی بسازیم که در روز احساس نیاز به روشن کردن لامپ نباشه و زندگی میشه زندگی طبیعی و سلامتی در این زندگی بیشتره. هوا باشه، روشنایی باشه و منزل هم دلباز باشه. لازم نیست که منزل زیاد زیبایی داشته باشه، همه زیبایی وقتی که روشنایی داشته باشه زیباییه، وقتی هوا بیه تو منزل زیباییه. و به هر حال این نعمت پروردگار که الله تعالی برای ما این نعمت ها را به وجود آورده است، از این نعمت ها استفاده بکنیم و هم برای دنیای من مفیدن هم برای آخرت. سلامتی نعمت بسیار مهمی است و وقتی که از نعمت سلامتی انسان برخوردار باشد، از مثلا نعمت های امنیت هم میتونه به دنیاش برسد، هم میتواند به آخرتش برسد و کار بکند. و درخواست داریم از الله تعالی که رحمت ویژه و رحمت خاصش را بر همه ایمان نازل بکنه. امشب الله تعالی نگاه رحمتش را و متوجه بندگانش بگرداند که محتاج و نیازمند پروردگار. همه ما محتاجیم به الله، محتاجیم به نظر لطف الله، به توجه الله محتاجیم و ما درمانده ایم به برگاه الله تعالی و ما امیدواریم که با لطف و کرمش ما را دریابه و مورد نوازش رحمتش قرار بده. و در این جلسه صحبت هم شد، ماشاءالله قرآن تلاوت شده. قبل از اینکه ما اینجا بیاییم و سعادت شنیدن قرآن نداشتیم، ولی به هر حال صحبت دوستان و سروده ماشاءالله زیبا صحبت کردن عزیزان و هم سروده زیبایی بود و ما حضورتون آیه تلاوت کردم و بیرامون این آیه مطالب را خدمت شما عرض کنم که الله تعالی چه اندازه بر انسان نظر رحمت دارد و بر انسان چه اندازه احسان کرده است بر انسان ها. هیچ موجودی الله تعالی نه در آسمان خلق کردن نه در زمین که احسان کنم بر اونایی اندازه که برای انسان احسان کرده. اون نعمت ها را به انسان داده است که به هیچ موجودی نداده و حتی به فرشتگان
नजर लुत्फ अल्लाह ज़्यादा है बर हमारे मौजूदात इंसान از तमाम मौजूदात بیشتر مورد نظر الله تعالی. و یک چیزی را من خدمت شما عرض می کنم که ببینید الله تعالی خلافت خودش را و جانشینی خودش را به انسان دادد. فرشتگان هم آرزو داشتند ولی الله تعالی فرمود که وقتی فرشتگان الله اطلاع داد که من انسان خلق می کنم، از آدم الله می خواست خلق بکنه ولی انسان را، فرشتگان گفتن که پروردگارا اگر مسئله تقدیس و تسبیح و ذکر تو عبادت تو اسمایش انجام میدی. فرمودن نه، مقصد بالاتر از اینه، مقصد بزرگتر از اینه و او اهدافی که من انسان خلق میکنم برای او از توانایی شما خارج هست، شما نمیتوانید. انی اعلم ما لا تعلمون فرمود. و بعد انسان وقتی که خلق کرد او را دانش داد، آدم دانش داد، علم داد، تعلیم داد و بعد در یک آزمون و امتحان که فرشتگان هم شرکت داد و آدم بود، جنات بودن، الله تعالی از فرشتگان سوال کرد که او علمی که به آدم تعلیم داده، همه فرشتگان گفتن که ما نمیدانیم علم. و حضرت آدم وقتی که از او سوال شد مثل بلبل شروع کرد به بیان کرده و الله تعالی فرمود من نگفتم به شما که من میدانم آنچه که شما نمیدانید. ببینید شما این برای این خلافت علم لازمه، دانش لازمه و اگر این دانش نباشه چگونه میشود اینجا خلافت کرد؟ اون ماموریت های الله را انجام داد و دستورات الله را انجام داد، این کار شما نیست. و الله فرمودن این مخلوقا من برتری دادم، فضیلت دادم، دانش دادم، علم دادم، شایستگی و لیاقت دادم، شما همه تو سجده کنید. از حضرت جبرائیل امین، حضرت اسرافیل، اسرائیل، میکائیل، چار تا فرشته بزرگ و تمام فرشتگان به ادای احترام و تعظیم حضرت آدم برآمد. همه سجده تعظیمی، سجده عبادت تنها مال الله است و سجده تعظیمی فرشتگان ادای احترام به آدم علیه السلام کرد. این جایگاه الله عنایت کرد. او احترامی که فرشتگان کردند و سجده به آدم، این تعظیم همه فرزندان آدم تا قیامت. ادای احترام به جایگاه انسان شد، نه شخص، و بلکه این ادای احترام به جایگاه انسان، ادای احترام به این مقام خلافت، مقام علم، مقام شامخ خلافت. الله تعالی فرشتگان فرمود که شما ادای احترام کنید و سجده کنید. این چه اندازه احسانه، چه اندازه نظر لطفه و این نعمت ها را ما باید یاد کنیم که الله چه نعمت ها بعد این زمین کلان الله برای شما پرش کرده، برای انسان گذاشته است و که انسان میاد هنوز خلق نکرده، خدا بدانه هزاران سال قبل زمین خلق کرده و او را آمادگی داده، باران بر سر زمین باریده، آب در داخل زمین ذخیره کرده الله تعالی که انسان می آید، موجود می آید
که اینجا زندگی میکنه. این زمین خانه اوست. بهشت آفریده، بالا آفریده و بهشت زیر عرش الرحمنه، زیر عرش الهیه و اون خلق کرده که مال همه انسانه، جایگاه انسانه که اینجا خلافت منا صحیح انجام بده، دستورات منا درست انجام بده، جایش اینجاست. چون انسان الله آزمایش کرد و بعد جهنم هم خلق کرد. جهنم که خلق کرد فرشتگان ترسیدن که این جهنم مال کیه؟ گفته مال شما نیست، نه بهشت مال شمایه نه جهنم مال شمایه. جهنم مال اونهاییست که تبرد میکنن، از انسانها سرکشی میکنن، نعمتهای الله را نادیده میگیرن، پشت به الله میکنن و رو به شیطان میکنن. لحظه ای جهنم مال اونها، مال اونهایی که مستحق زندان، اونها را الله میبنده و توی آتش میاندازه. الله من شما را نجات بده. و هنوز انسان نیامده و این زندان درست میشه برای او. هنوز انسان نیامده بهشت برای او آفریده میشه. زمین و زمین هم محل زندگی انسانه و هم زمین مسجد ماست و عبادت خانه. اینجا عبادت کنیم، اینجا الله را بندگی کنیم، اینجا الله را ذکر کنیم، اینجا نام الله را بگیریم، از الله یاد کنیم و اینجا زندگی اونا بگذرانیم. و این برای همه این ماه و خورشید و ستارگان برای فرشتگان خلق نشدن. تمام این ستاره ها ماه و خورشید برای انسان آمده. الله اینا را برای ما که نه نیازن، اینا تاثیر دارن در زندگی ما. روشنایی خورد، روز روشنه و شب الله تعالی تاریک کرد و بعد در شب از ماه روشنی، ماه روشنی ملایمه. شب شما که در خانه مسجد روشنایی قوی نیاز دارید، ولی وقتی میخواید بخوابید بالاخره لامپ کوچکی روشن میکنید، روشنایی کمه که بتونه خواب شما راحت باشد. شب الله تعالی روشناییش را ملایم و کم کرده. این همه چیزای طبیعیه. هوا گذاشته، این دریاها را قرار داد، این کوها را قرار داد که انسان بتونه. این همه نیاز انسان، ضرورت انسان. ولی نقل و انتقال تمام تولیدات دنیا و تمام وسایل دنیا به وسیله دریا و کشتی است. و گذشته مردم نمیدانسته که چه منافع در این دریا. تمام این بارانی که میریزه به سر من و شما از دریا بلند میشن، ابرها از دریا بلند میشن، میبارن. و این کل کره خاکی الله تعالی با آب میده و سرسبز میکنه، آب از دریا میگیره. و این دریایی آب از آسمان نیست، این آب از همین زمین دریاست. و او دریای شور و تلخا در قالب بخار بلند می کند و به قالب ابرها تشکیل میده و به وسیله هوا ابرها را بارآور می کند و شروع می کند به بارید. از یک جای به جای دیگر به وسیله هوا منتقل می کند و باران می باره. و این زمین سرسبز. یه جای سرمون افتاد، یک سفر یک جای کردیم در روسیه، تاتارستان. روسیه جایی است که بارندگیش خیلی زیاده، برف خیلی زیاده. اونجا که رفتیم اون آفتاب بود و هوا بود و شکر کرده که امروز باران نیست و گفته ای برکت قدم همه مهمان است که امروز
ما هوا آفتاب داری. و بالاخره شوخی کردیم که آقا ما با همین خشکی‌ها زندگی کردیم، جایی که بارانی نیست. پرسیدیم که اینجا شما شده که یک وقت نماز استسقای اینجا برگزار کنم مسلمان؟ گفت نماز استسقا را اینجا کسی نمیدانه اینجا چیه نماز استسقا. اینجا گفتن که کل سال 50 روز در کل که جمع بکنیم مثلا آفتاب داریم، 50 روز از 360 روز کل بکی بارانه. یک پلی نیست، یک جوی نیست، زمین مثلا کل کشت و زراعت و جنگل و درخت و سبزی است. در رودخانه های بزرگ بزرگ جاری هستند، کشتی تویشون میگرده و هیچ کسی آبی نره، بغیر از شرب دیگه استفاده نمیکنه. کشاورزی نه نیازی نداره، میکارن زمین درخت نهال میکنن تا آخر سبز میشه. و این همه رحمت، این همه باران توی دنیا، این همه جنگلات، کل این همه برای انسان خلق شده است. و این چه اندازه احسانات الله است. این نعمت ها را بشر استفاده، عزت داده، کرامت داده، شرف داده به انسان که به موجودات دیگه اینقدر نداده است. عزیزان من، همه این احسانات الله که الله داده و الله از بندگان چه میخواهد؟ یک چیز میخواهد. الله این نمیخواهد که خالقشون را بشناسن، خدا را بدونن. او کسی که ولی نعمته، او کسی که انسان را از یک قطره آب آفریده، او کسی که انسان از یک مشت خاک آفرید. او موجود خاکی، خاکی که خوردنش حرامه و خاکی که زیر پای من و شماست. این از همین خاک من و شما را آفریده است و او عزت داده، شرف داده و من و شما هیچی نداشتیم، من و شما را مالک گردانیده اینجا. و من و شما اموال داریم، هر کسی به یک اندازه سرمایه داره. این لباس زیبا را به تن ما داده است، بهترین مسکن داده، مرکب سوار کرده من و شما را. بقیه موجودات سوار نیستن، پیاده راه میرن، جنات ندارن، وسایل دیگه موجودات ندارن. ولی انسان یا به هواپیما او را سوار کرده در هوا، یا زمین ماشین، و در دریا کشتی، بر و بحر، خشکی و دریا من شما را سوار کرده است. این احسان الله. ببین چند احسانات پروردگاره. ولهذا او کسی که این همه نعمت ها را نشناسد و ندانه و شکر نکنه، ناراضگی الله و غضب الله سنگینه، سخت ناراض میشه. میگه عقل دادم به تو، فهم دادم به تو و احسان کردم، چرا منو نشناختی؟ چرا فکر نکردی؟ چرا عقل نکردی؟ چرا توجه نکردی که تو خدای داری، ولی نعمت داری که همه این نعمت را او برای تو آفریده است. و اما اگر خدا را شکر بکنی و قدر خدا را بدانی و دل به الله بدی، دل به مادیات ندی، دل به مال ندی. مال نیازه، ضرورت زندگی هست و اما نباید مال بره داخل دل. مال در جیب خوبه، مال در بانک خوبه، مال در صندوق خوبه، نه توی قلب. جایش توی قلبه. قلب جای الله تعالی است، قلب مکان پروردگاره و خدا در دل، محبت خدا توی دل می آید، ایمان و اعتقاد به خدا
در دل می آید و معنای این که قلب مکان پروردگار ہے، مکان محبت اللہ ہے، مکان عشق پروردگار است و باید در این دل اللہ نمی پسنده و ناراض میشه که در این دل مخلوق بیاید جا پیدا بکنه. است یوسف علیه السلام وقتی که متولد شدن محبت حضرت یعقوب خیلی به یوسف زیاد بود. یوسف فرزند زیبای بود و حضرت یوسف یک ستاره درخشانی بود، بسیار نورانی بود و در دل حضرت یعقوب جا گرفت. والله خوشنود نشد از این، نپسندید که این بنده مقرب، این پیامبر بزرگوار و این اندازه به حضرت یوسف محبت بکنه. بالاخره یوسف مخلوقه و قلب مال مخلوق نیست، مال خالقه. دل را به دل آفرین بدید، دل را جای دل آفرین خدا بکنید. ولهذا حضرت یعقوب با محبوب ترین چیز حضرت یعقوب که حضرت یوسف بود آزمایش کرد. ولهذا یعقوب سرش یوسف جان سرش به چاه کنعان افتاد. وجه بعضی نوشت میگویند که 40 سال حضرت یوسف از حضرت یعقوب جدا شد که آخر به مصر فرخته شد. آخر این گوهر نایاب دنیا که حضرت یوسف بود به پادشاهی رسید، از صداقت، از امانتداری، از سروران گرامی فهم و عقل و درک که اللہ به او داد، او را لب پادشاهی رساند. مصر تسلیم حضرت یوسف شد و الان اللہ تعالی به حضرت یعقوب خبر داد که یوسف در مصر. عزیزان من، دل به دل آفرین بدید، دل را به اللہ تعالی بدید و این محبت اللہ باید تو این دل قرار بگیرد. وقتی که انسان عزیزان من خدا را یاد میکنه، با خدا زندگی میکنه، فرمان از الله میبره، اطاعت از خدا میکند، بندگی خدا را اختیار میکند و راه الله به صراط مستقیمه، به راه راست قرار دارد و راه راست راه انبیاست، راه خدای، راه بهشت، راه سعادت دنیا و آخرت هست. وقتی که انسان به راه راست حرکت بکنه، راه درست راه صداقت هست. صداقت و راستگویی این مسیر صراط مستقیم راه صداقت هست، راه دروغ نیست، راه کجی نیست، راه نفاق نیست، راه ایمان، راه صداقت، راه امانتداری، راه کوتاه، راه کجکوج نیست. چون راه کجکوج طولانی میشه، راه درست و راست کوتاه میشه همیشه. الله این راه را گذاشتن که شما انسان ها توی مسیر صداقت، مسیر درست حرکت کنید، امانتداری، همیشه توی معاملاتتون حقوق انسان ها را رعایت کنید و با انسان هم صداقت داشته باشید، به حق هیچ کسی تعرض نکنید، دسترازی نکنید و حقوق همه را، حرمت همه را رعایت کنید، عدالت و انصاف داشته باشید،
شما منصف باشید در دل خودتون نسبت به زن و بچه ها حساب بکنه، نسبت به فرزندانتون، نسبت به دختران و پسران تفاوت قائل نباشی بین فرزندانتون، به همه محبت کنید، همه را دوست داشته باشید، برای همه دعای خیر کنید و همینطور صداقت و امانتداری باشه، برای همه و عدالت و انصاف داشته باشید، شما منصف باشید و عمل کرده تو مورد پسند الله بشه، به احکامی که الله فرض کرده حق الله است. الله بر ما که خالق و مالک ما حق داره که هر فرمانی بده ما اطاعت کنیم، از ما جان بخواهد جان بدیم، از ما مال بخواهد مال بدیم، از ما اولاد و فرزند بخواهد بدیم، همونطور که ابراهیم دادن فرزند وقتی خدا دستور داد و یه آزمایش بود ببر قربانی بکنه، حضرت ابراهیم بردن. و خود ابراهیم به آتش رفتن برای رضامندی الله در راستای دستورات الله. وقتی که از الله فرمان میبریم بندگی خدا را اختیار میکنیم، بردگی الله تعالی را در زندگی اختیار میکنیم، خواهرانمون کنیزی الله تعالی را اختیار میکنن و با صداقت و دل الله را بندگی بکنیم، الله خوشنود می شود، الله راضی می شود و الله تعالی او مهمان نوازیه که در بهشت آماده کرده است که نعمتهای بهشت اصلا در دنیا قابل قیاس و هیچ نعمت از نعمتهای دنیا نیست، بسیار بلند و بالا و بی نظیر و این نعمتهای دنیا برای 60 سال و 70 سال و برای تا روزی که بشر زنده هستند، ولی نعمتهای بهشت برای همیشه هستند. الله اونا را خلق کرده برای همیشه که انسان ها استفاده بکنه از اون نعمت های عزیزان که نه چشم دیده نه گوش شنیده و نه در دل خیال و وسوسه این نعمت ها آمده است، نعمت های که هیچ در دنیا قیمت ندارد و با پول و مال و ثروت دنیا قیمت نمیشه. اجل الله تعالی آماده کرد دیدار خود را در بهشت نصیب میکنه روز قیامت و خیلی نعمت، رضامندی، خوشنودی الله تعالی که بالاتر از همه چیزی الله عنایت میکنه اونجا. این همه در مقابل ایمان، این همه در مقابل عمل کرد صحیح، دستورات الله را اطاعت کنیم، فرمان ببریم، حقوق الله را رعایت کنیم و حق الله اطاعت و فرمان برداری و صداقت در زندگی و توبه و رجوع الله است و رعایت کردن حقوق مردم انسان هاست، حقوق الناس. و وقتی که رضامندی الله تعالی حاصل میشه، وقتی چشم اینجا ببندید شما را الله بهشت در وقت سکرات به شما نشان میده، فرشتگان میآیند خوشخبری بهشت به شما میده، بهشت خودتون ارائه میکنید، از اینجا میبینید و روح احسان به آسانی خارج میشه و الله تعالی میفرماید که برو امروز فادخلی فی عبادی، ای انسان داخل بشید، ای انسان درست، ای انسان با ایمان، ای انسان با صداقت، ای انسانی که صحیح عمل کردید، به خون مردم نریختید، مردم به حرمت نکردید، حرمت مردم رعایت کردید،
مال مردم نخوردید، پرهیزگاری را رعایت کردید، فادخلوا فی عبادی، برید در بندگان من داخل بشید، بندگان صالح داخل بشید. فردا برید وقتی که قیامت برپا می شود آنجا شما را الله به بهشت می بره و در دنیا با صالحی همراه می کند و اون نعمتهایی که به صالحین می دهد به شما می دهد. اون نعمتهایی که اولیاء الله می خورد شما می خورید، بهره می گیرید و این رضامندی الله. میگه من شما را به دنیا فرستادم، شما را جایگاه دادم، به شما احسان کردم و نعمت بر سر شما ریختم و الان شما درست عمل کردید، پاداشتون بهشت و رضامندی الله، درجه و مقام و جایگاه و این عنایت الله به شما میکنه، به انسان میکنه. اما وقتی که انسان از عقل کار نگیره، انسان فکر نکنه من از چگونه آمدم در دنیا و از چه چیزی الله من به وجود آورد، عقل داد، چشم داد، بینایی داد، گوش داد و این همه زیبایی را به من داد، این همه بدن و اعضای بدن که بی قیمتن در واقع ارزشمندم به من داد و این همه نعمتهای دیگر داد و اگر به این فکر نکنه، به غفلت بخوره و ناشاکری کنه، سر به طغیان بزنه، سر به تمرد بزند و بر بندگان ظلم کنه و بر حق الله را نادیده بگیره، حق بندگان خدا را، الله شدید ناراض میشه، سخت ناراض میشه و الله تعالی میگه این من خلق کرده، ببینه من فراموش کرده، یعنی نعمتهای من فراموش کرده، احسانات من فراموش کرده. شما ببینید یک فرزند که شما او را پرورش میدید و بزرگ میکنید، اگر نافرمان باشد و نافرمانی بکند چند پدر ناراضه، چقدر مادر ناراضه. میگه اینه بزرگ کردیم، این الان پس فرزند شده دشمن من، این برای من حرمت قائل نیست، احترام قائل نیست. پدران و مادران نفرین میکنه و فرزندان و بعضی را من دیدم نفرین کردن، نفرین میکنه، بددعا گفته نکنید که فرزند شمایی و شما نمیدانید که دل ما خونه از این فرزند. و همه پدر و مادر بددعا میکنند فرزندی را که نفهمه، فکر نکنه و حق به پدر و مادر توجه. اما همه پدر و مادر برای فرزندان چه دعای خیر میکنن ساله. و کسی را پرسیدم که شما از فرزنده مریض بود، افتاده بود روی دست فرزندم، گفت از فرزنده چگونه گریه کرد، من جواب نداد، گریه کرد بعد گفت که این فرزندان رحمت الله، اینم من روی دست خدمت میکنم و این فرزندان، این پدر و مادر چه اندازه دعای خیر میکنید. همین فکر بکنید که پدر و مادر حقش بعد از خدای، اول حق خدا بعد حق مادر و پدر. چرا؟ که همه از پدر و مادر به دنیا آمده، پدر و مادر زحمت کشیده، پدر و مادر بیخوابی کشیده، مهربان بوده و الله از مهربانی خود اینها را عنایت کرده و مهربان. وقتی که انسان با الله درست باشه، بندگی خدا را بکنه، خدا را فراموش نکنه، نعمت خدا را فراموش نکند، الله او را مقام عنایت میکنه. توی دنیا هم زیر رحمت الله است و آخرت الله او را به بهشت میبره، درجه
دائمی عنایت میکنه، دائما او را راحت میگرداند و بهشت نعمتهای بی‌نظیر. همه تون جوان میشید اونجا، پیری نیست اونجا. آدم که پیر بشه چشمش ضعیف میشه، دست و پاها ضعیف میشن و قلب و بدن ضعیف میشود و بر میگرده زندگی. هر کسی را قرآن میگه که عمرش را بالا ببره برگشت میکنه، یعنی به طفلی برگشت میکنه. و قدیما میگفتن که فلانی مثلا همون دندان طفلیش بیرون آمده، یعنی طفل شده. یا همونطور که طفل عاجزه، انسان وقتی که پیر بشه و زیاد عمرش بالا بره عاجز میشه و درمانده میشه. و لحاظا اونجا نه، اونجا پیری نمی آید، عاجزی نیست، اونجا دائما یک عمر جوانه و در اول جوانی انسان و برای همیشه از نعمتهای الله و رحمت خدا بهره مند. و لحاظا وقتی که الله را نافرمانی بکند و دست به گناه بزنه، علی گناه های الان ایسا حیران میشه که چه اندازه فساد روی جامعه، غفلت به جامعه هجوم آورده. این شرایط حاضر متاسفانه هم دین گریزی زیاد شده، فرار از دین و بالاخره مردم از مسجد فرار میکنن، بسیاره به گناه رو میبرن و اون گناه هایی که صراحتا الله در قرآن حرام قرار داده. مشروبات الکلیه، مخدرات که مصرف میکنن و گناه های گوناگون، بد اخلاقی و فساد اخلاقی و متاسفانه زیاد شده و زنا زیاد شده است و جهالت، بشر به سوی جهالت میره، نادانی میرود و از علامات قیامت که همینه که جهالت میگیره دنیا را. علم سودمند و نافع بلند میشه، کم میشود و بعد کم کم نابود میشود و دنیا را تاریکی و جهالت میگیره. گناه ها همه تاریکی هست، تاریکی داره جامعه را میگیره، گناه زیاده. شما ببینید اینجا گروگانگیری نبوده توی منطقه، مخصوص گروگانگیری که برای بازخواهی، همه گروگانگیری ملامتن بدن، ولو که برای حق هم باشه. بالاخره ما همیشه میگیم کسی از کسی حق میخواد دیگه چیزی را ببره که ناامید بشه، راهی نباشه، ماشینه. و چیز دیگری را قدیما شطور کسی را مهار میکردن و میوردن، گفت که حق من نداده، خیلی که کسی دلتنگ میشد ولی کسی را دستوها نمیبستن. ولی بدترین نوعی گروگانگیری که برای بچخواهی باشه، کسی حقم نمیخواد میبری که فلانا بده. خب بابا این پول که حلال نیست، چگونه جرأت کنه یک کسی که مسلمانه، خدا را باور داره، حرام بخوره؟ کوئی حرام هر بدنی و جسدی که به حرام پرورش بشود آتش جهنم به اولاتر است. و اسلام بمیری از گرسنگی بهتره ولی حرام نخوره. فرزندان ما اگر از گرسنگی بمیرن مناسب تری از این که ما فرزندان با نان حرام رشد بدیم، نان حلال تلاش کنیم، روزی حلال، روزی پاکیزه، روزی حلاله. و همیشه دعا کنی که اللہ روزی ہمارا تو روزی حلال بگردان. حرام خواری زیاد شده، حق مردم
دین مردم حیف و میل میکنن بسیاری و حق مردم نمیدهند. حق بسیاری هستند که میراث زنان پرداخت نمیکنند. در دور گذشته این منطقه نسبت به میراث زنان سستی بوده، کوتاهی بوده، هنوز همون جریان داره. در بسیاری خانواده ها بالاخره سهمیه قهران داده نمیشه. مردم بالاخره املاک پدر می پروشند و پسران بین خودشون تقسیم میکنن. بسیاری مالا را بالاخره اموال باید بین پسر و دختر قرآن تقسیم کرده. قرآن یک سهمیه کامل داده به پسران و دختران نصف داده. دو تا دختر در برابر یک پسر میراث میبرن. مردان بیشتر داده ولی به حکمتی که داره، ولی زنان نباید همونی که خدا داده او را کسی نده به اونا. میراث مادران، هر مادری از فرزندش میراث میبره. پدر میراث داره و فرزندان میراث دارن، همسران میراث دارن، زن از شوهر میراث میبره، شوهر از زن میراث میبره و این میراث رعایت نمیکنن و میراث حیف و میل میشود و این خطرناکه. الله بسیار ناراض میشه که دستور صریح او را ندید. ببینید ربا حرام، مشروبات الکلی حرام، صراحتاً در قرآن ذکره و الله با کلمه تند و شد و مد حرمت اینها را بیان میکنه برای اینکه نظر داره برای انسان. و لحظه این گناه ها خطرناک تاریکی هستند و احکام الله که عمل بشه، دستورات الله همه نورن، همه روشنایی. دین روشنایی، قرآن روشنایی آورده. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم سیره مبارک روشنایی آورده و این هر روشنایی در زندگی برکاتن، خیرن. شما ببینید الله چرا این آفتها بلاها دهن باز کردن. سیستان شما ببینید که به کجا رسیده و چنان طوفانی می آید که آدم اگر یک بار در این طوفان گیر میکنه دنبال راهی که هرچه زودتر من از این طوفان خارج بشن، میریزی خاک بر سرش. و هر روزی که ما بالاخره سفر حج که الله عنایت که برگشتیم و به سیستان و به نیمروز رسیدیم، چنان طوفان شدید بود، چنان خاک میریخت که سبحان الله. گفته که آفرین برای هم مردم که جا تحمل کرده. گفته که جا همیشه همین طوره، اینا عادت کرده به همین حالا و الله تعالی برکاتش را بیاره. حالا اینجا قدیما هم طوفان بوده نبی اندازه، ولی زاهدان این طوفان نداشته، استان نداشته، تهران نداشته. و تهران که اگه نگاه میکنیم و میگه که خطر داره، بعضی جا ببینه که جمع ایره سرشون به بیمارستان میکشه، کل ایران گرفته، زلزله هست و خشکسالیه و اینا همه آفات، همه بلا ها. یک کساد روزی که الان بالاخره مردم ایران گرسنه، تمام سرمایهشون به هدر رفته و برباد شده است و اینا همه بلا ها، اینا آفات ها. کرونا چه آفت سنگینی بود، چه انسان های کشته شدن. همین منزله به اینجا ما یه روز نشسته بودیم تو یک جلسه و بالاخره از همین مردم منطقه چند تا ریش سفید نشسته بودن و او جلسه بر همون ریش سفیده میچرخید و همه رفتند روبروی شما اینجا تو مجتمع. و دیرم نگذشت این همه کرونا گرفت و یکی بعد دیگری فوت کرد. خیلی انسانای شایسته، انسانایی که برای مفید بوده برای جامعه رفتن و چنان تحصیل کرده های خوبی رفت، چنان عالم خوب و علما رفتن، دانشگاهیان بسیاری، معتمدین و ریش سفیدان، آدمان مفید، زنان، مردان،
این همه آفت. ولهذا عزیزان می طلبه که ما تغییرات در زندگی بیاوریم و زندگی را تغییر بدیم، مسیر زندگی را عوض بکنیم و اراده کنیم، مصمم باشیم که من زندگی را تغییر میدم. همین یک لحظه کار داره که شما همین اراده نه سست، اراده مردانه و اراده شیر زنانه باشد. توبه یک که شیر زنان کردن، توبه یک که شیر مردان کردن و اگر ما بکنیم زندگی ما تغییر میخوره، رحمت الله می آید، برکات می آید، خیر در زندگی می آید و الله توی زندگی ما می آید، فرشتگان توی زندگی ما می آید، نور و برکت می آید توی زندگی ما. مسیر تغییر بدیم و اراده من مصمم باشه و تصمیم باشه. سوس اراده سوس نه که امروز توبه بکنه و پرده فراموش کنه توبه. و این مهم شب بینید کدوم یکی از ماست که توانایی و تحمل عذاب الله را داره؟ آیا میتونی عذاب قبر تحمل کنیم؟ آیا میتونیم عذاب جهنم تحمل کنیم؟ و میتونی توی آتش زندگی کرد؟ میشه جایی که همهش در رنده ها سر انسان حمله میکنن، مار و بلا هست و آب جوش برای خوردن و برای که سر انسان میریزن انسان زندگی بکنه، هیچ کسی نمیتونه. بسیار سختی عذاب خدا شدیده، عذاب خدا سخته و قابل برداشت نیست، قابل تحمل نیست و ما تحمل نمیتونیم تحمل بکنیم. و روی این عزیزان من باید ما فکر کنیم، فکر برای خودتون بردارید. اینجا این آیه که خواندم همینه، الله تعالی میگه شما فکر کنید، شما از فکر ما کار بگیریم، فکر بکنیم که این مسیری که ما ببریم کجا میره؟ آیا ما توی صراط مستقیمیم به سوی الله میرویم، به سوی بهشت میرویم، یا راه ما مسیر به دیگر راهی را ما گرفتیم، راه گناه را گرفتیم، راه غفلت، راه حق کشی حقوق انسان ها را و راه حقوق نادیده گرفتن حقوق الله تعالی را. آیا ما در راه مسیر حضرت رسول حرکت میکنیم و یا ما در مسیر نفس میریم، هواهای نفسانی یا خدای نکرده در مسیر شیطانی؟ هر انسانی عقل داری و فکر بکنه. و الله تعالی میگه های انسان ها شما خودتون از جهنم هم نجات بدید و ببینید فرزندانتون هم از جهنم نجات بدید. فرزندان هم از جهنم میگه که شما اینطور نباشه که شما بخواید تنها به بهشت برید، نه، تنها اگر شما بخواید بهشت برید زن و بچه ها فردا قیامت جلوی شما رو نگیرن، شما با زن و بچه برید به بهشت. و قرآن تذکره میکنه که روز قیامت خانواده را تکمیل یک جا به بهشت داخل میکنن و یکی که وقتی اهل بهشت فرزندانش اگر درجه هر کس پایین باشد، اگر درجه پدر فرزندان پایینه، درجه زن پایین تره، الله تعالی همراه میکنه با او، بگی پدر درجه بالا گرفته، شما همه بهشت همو داخل میکنه. و اگر فرزندان درجه بالاتری داشته باشند، پدران الله همراه میکنه که فرزند همراه باشند. و این چه نعمت عظیمی است. و فکر کنیم الله میگه شما فرزندانتون و خودتون نجات بدید از جهنم. ببینی علم میراث شماست، دانش که من عرض کردم آدم وقتی که در دانش درجه آورد، فرشتگان فرمودن که شما سجده بکنید. و لحظه ای
فرزندانتون نجات بدید عزیزان، دستشون بگیرید، برسیم به فرزندان، ترحم کنید به فرزندان و فرزندان به راه علم بفرستید. این بچه باید علم بخونن، اینا دانش بخونن، برن بالاخره علم روز یاد بگیرن، دانشگاه برن، مدارس دولتی برن، مکاتب قرآن برن قرآن یاد بگیرن، دین مدارس دینی برن دین یاد بگیرن. شما نیاز دارید که فرزندانتون عالم صالح باشن و همه طایفه ها نیاز دارن که در اونا عالم صالح از فرزندانشون باشه. شما هم به علماء دلسوز نیاز دارید، هم به تحصیل کردگان که تحصیلات عالی داشته باشد و صالح و ایماندار با ایمان باشد. ولذا علم نیاز بشره، بدون علم نه دنیا آباد میشه نه آخرت. برای آبادی دنیا هم علم لازمه، برای اداره دنیا هم علم لازمه و برای آبادی آخرت هم علم لازمه. ما باید هم خودمون بسازیم، دنیایمون بسازیم و هم آخرت بسازیم، جنت بسازیم، بهشت بسازیم. ولهذا هر دو نیاز به علم و دانش دارن. ولهذا فرزندان به علم بفرستید، فرزندان به دنیا مشغول نکنید، به کارهای مادیاتی و کارهای روزمره مشغول نکنید. وقت علمشونه برای علم بخوان و به علم اهمیت قائل باشید، به دانش اهمیت. فرزندان آداب صحیح و تربیت درسته مادران و پدران نیازه، بدونن انسانیت داشته باشند، جایگاه انسان بدانند که الله تعالی انسان شرف داده و فرزندان اگر ناباب بشن فردا معتاد بشن و فردا خدا نکنه خلافکار بشن، دزد و سارق و رهزن باشن، خلافکار باشن، هم در دنیا مشکلات برای خانواده درست میکنن برای خودشون، هم در آخرتشون هم از دست میدن. شما ببینید همینایی که سرقت میکنن، همینایی که رهزنی میکنن، اینا عمر زیاد نمیکنن، عمر اینا کوتاهی و زود اینا یا کشته میشن یا نابود میشن. چون ظلم میکنن خدا ناراض میشه، خدا میزنه. ولهذا چرا زندگی اینا نفله میشه؟ کشیرا گفتن نصیحت کردم من پشت تلفن که تو کسی را گروگان گرفته بود و باجکاهی میکرد. گفتن که شما چرا از خدا روزی حلال نمیخوای؟ گفت خدا به من نمیده. گفتن که خدای همه خلق داده روزی، همه از کجا میخورن؟ تو هم از همون خدای که همه را داده تو را میده. ولی انسان را کمی آزمایش میکنه، گاهی دستشون خالیه، جیبم خالیه ولی یک وقت دیگه هم جیبتون پر هم ثروت داری و وقتی که دستتون خالیه صبر کن، برو دنبال کار، برو دنبال زحمت، نخواب باش روزها. حالا یک مریضی افتاده در منطقه که مردم شبها بیدارن و روز خواب و بعض این بدترین صورته و این حتی توی اروپا برید، در همه دنیا برید، مردم شبها میخوابند. عجیبه، چرا که خواب روز استراحت کامل نمیشه، اعصاب راحت نمیشن، قلب راحت نمیشه. و خواب روز، خواب شب، خواب طبیعت. من شما را الله به نام خلق کرده و شب قرار داده، شب بخواب، خواب شب راحت و خواب روز نه، خواب روز راحت نمی کنه. شما بینید همه بیمارستان، این همه دکتر، این همه دوا و انسان همه مریضن. چرا مریضن؟ هیچ دوری اینقدر مردم مریض نبودن که الان مریضن. این مریضی یعنی که غذا
من شما سالم نیست، نه درسته. خواب من شما برابر نیست و بسیاری از کارهای ما برابر با فطرت ما نیستن، برابر با طبیعت ما نیستن، با ما سازگار نیستن. و اگر خواب درست باشه، غذا صحیح باشه، شما فطرت نگاه کنید. شما تو همه منطقه زندگی کردید و بسیاری اینا که سنشون بالای بپرسید توی شبانه روز 2 بار غذا بوده، مردم 2 بار نان خوردن، 3 بار و 4 بار نخوان. نهار بخور ساعت 9 9:30 چاشت بوده، ساعت 10 چاشت و زور استراحتی هم کردن و اگر خواب بعضی کسا نخوابیدن چون شب خوابیدن و شام خوردن وقت مغرب، نه ساعت 1 شب و 12 شب و 11 شب. اینجا غذای منطقه بوده. شیر خوردن، کشک خوردن، غذایشون نان خوردن، غذاهای طبیعی و فطری بوده. الان این غذای طبیعی رفته، صبحانه درست شده، نهار درست شده، شامی و این بدن کشش نداره. بدن نمیتونه اینقدر غذا را بکشه. خواب شب بعد از نماز عشاء تمام روستا خاموش میشده، مردم میخوابیدن و سحر بیدار میشدن، برای نماز صبح بیدار میشدن. بعد تمام روز سری کار بود و صبح میرفتن سری کار. تو هم خود تهران گاهی نیازی افتاده و کسی را زنگ بزنم گفته خوابیده، ساعت 9:30 خوابه و بله میخوابه و صبح بیدار روز نمیخوابه، تمام روز کار میکنه. و این دنیا اینطوری. حالا اینجا شده متاسفانه آفت، این آفت بزرگی است این که شب تمام شب بیدارم مردم. خب شب نه اداره هست، نه تجارتی هست، نه زراعت، نه کار، شب تاریک و روز بالاخره خوابه. شب بیداری، روز خواب. نه، شب بخوابید، رو بیدار بشید، بدن تو سالم میشه، سلول های مغز تو سالم میشه، کل بدن سالم میشه. بشر به مسیر درست بیاید، به مسیر فطرت. مسیر فطرت مسیری که الله تعالی ما را خلق کرده و طبیعت ما را قرار داده و گناه و معصیت برخلاف مسیر فطرت، بتپرستی و شرک برخلاف مسیر فطرت و انسان ضربه میزنه و توحید، یکتاپرستی، ایمان، اعتقاد صحیح، نماز، عمل روزه، حج، زکات، عمل کرد صحیح، اخلاق نیک، مسیر فطرت. این سلامتی روح روان. ما به سلامتی جسم نیاز داریم و به سلامتی روح و معنویت ما نیاز داریم. از جسم سالم باشه، روح منم سالم باشه و این سروران گرامی با مسیر درسته، مسیر صحیح، مسیر گناه نرید که تاریک، مسیر عمل درست برید، ثواب برید، نیکی برید که روشنه. و فرزندانتون خیلی مهمه که فرزندان ما دریابید و فرزندان با علم، با دانش، فرزندان در کنترل خود بگیرید. مادران و پدران بر فرزندان مدیریت کنن، هم به دنیایشون مدیریت کنن، مسیر صحیح، روزی حلال دنیا و هم مسیر دین هدایت کنن. مسجد، نماز، یادگیری قرآن و الله تعالی من شما را توفیق بده. و این الله میگه شما خودتون و اهلتون و اهل هزا زنان هم صبح که بیدار میشه به نماز همه را بیدار کنه، بچه ها را، زنان نماز بخونن و شما نماز بخونید و ذکر الله انجام بگیره. فورا نخوابید، بعد از نماز مقدار ذکر الله را بکنید، یاد الله تعالی بکنید، قرآن یاد بگیرید. قرآن خیلی مهمه
قرآن عزیزان من کتابی که معجزه، یعنی هیچ انسان ها در هیچ دوره نتوانست قرآن مقابله کنند. یک سوره از قرآن درست بکنند. قرآن 114 سوره، هیچ دشمن نتوانست مثل قرآن درست بکنه. 10 سوره از قرآن یا یک سوره از قرآن. و این دلیل اینکه معجزه هست و کتاب خداست. الله خودش همین دلیل مطرح کرده. میگه کسی قرآن قبول نداره بفرماد یک سوره از قرآن درست بکنه. سوره کوچکه مثل سوره اخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، مثل الحمد شریف. لذا این تاثیر داره قرآن عظیم الشان. شما قرآن تلاوت کنید، قرآن خودتون یاد بگیرید و خواهران و مادران یاد بگیرن، زنان دختران و پسران یاد بگیرن. و قرآن آسانه، زود یاد گرفته می شود و این سرمایه بزرگ و سرمایه عظیم. بهترین کتاب اخلاقی که قرآن تعلیم میده تو دنیا نمیبینید. بهترین کتاب ایمان و اعتقاد صحیح تعلیم میده و بهترین کتابی که عمل کرده درست و احکام نورانی، بهترین احکام تعلیم میده. کتاب بی‌نظیر و به قول علامه اقبال رحمه الله، شاعر بزرگ شرق زمین و اندیشمند بزرگ، که می فرماید کتاب نیست و چیزی دیگر است. این گوهر کتاب نیست، یک گوهر نایابه، گوهر بزرگ کتاب مقدس الله تعالی است. آخرین کتاب الله و شما داره آخرین دین خدایی، آخرین کتاب الله با شماست. و خواهران پوشش که قرآن تعریف کرده رعایت کنند و حرمت زنان، کرامت زنان، حقوق زنان باید مراعات بشه. شما زنان تعلیم باید زنان ببینن، نباید این فکر بشه که زن بیسواد بمانه. این حالت دوره، ما توی عصر دیگری زندگی میکنه. دنیایی که گذشته آبا و اجداد ما بودن او دنیای دیگری بوده، این دنیای دیگری است. این عصر جدیدی آمده، دنیای جدیدی آمده. حالا علم نبوت و علم شریعت و علم وحی و قرآن و علوم جدید دانشگاه آمدن، مدارس آمدن. و لحظه زنان اجازه بدید بگذارید که علم یاد بگیرن، دانش یاد بگیرن، سواد یاد بگیرن و قرآن یاد بگیرن، دین یاد بگیرن. زنان رشد کنن، زنان ترقی کنن و ظرفیت زنان بالا میره. ظرفیت مردم با علم ظرفیت کلان میکنه و بالا میبرد. و اگر علم یاد بگیرن برای خودشون خوبه، به دیگران هم میتونه استفاده برسونن. و ما یک توی عصر جدیدی ما گاهی مردم میگیم که شما خیال نکنید که به دور بلوچی گذشته هست. نه، الان عصر جدیده. بالاخره این موبایلات که در دستن خطرناک، همه چیز با غرب و شرق گذشته. اینجا غربی ها توریست می پرستادن، می آمدند و می دیدیم که اینها دیگه شکل و شمایلی دارن. ولی الان نه، در هر خانه تمام این غربی ها اونجا زندگیشون دیده قابل رویت و دیدن هست. تمام دنیا وصل شده با همه، کل دنیا شده به منزل یک منزلاب. ولهذا اینجا منزلاب هنوز تازه، اون طرف منزلاب اتفاق میفته، شما اینجا اطلاع ندارید، اما به آخر دنیا خبر رسید. با همه موبایل عکس میگیره و پخش میکنه، او سر دنیا صدا میکنه. هنوز ما گاهی تو اتفاقات زاهدان خبر نیستیم، اتفاقات در خیام میفته هم اطلاع نشدیم. میبینیم که از غرب سر در آورده، از شرق سر در آورده. همه اینترنت بلافاصله همه چیز منتقل میکند. ولهذا الان شرایط دیگری در ازدواج دختران خوب فکر کنید
دختران تحمیل نکنید. داماد اگر شما او را میخواهید و دختر نمیخواهند اجبار نکنید، چون شریعت او را اجازه داده. شریعت گفته باید زن راضی باشه در ازدواج، دختران باید خودشون راضی باشه که زندگی میکنن. من و شما زندگی نمیکنیم با داماد، دختر زندگی میکنن. ولهذا دختران در امر ازدواج مشورت کنید، رضایتشون بگیرید و بعد ازدواجشون بدید. سرنوشتی ناست، باید این انسانان عقل دارن و زنان هم مشورت کنید. زنان هم و زنان هم بهترین مشورت. گاهی ما از زنان صحبتی میشنویم که در جمع ما مشورت کردیم، ولی وقتی میبینید از زنی حرف تحلیل میکنه که مسئله را، ما میگی که این مشورت ما اشتباه شده، این درست میگی، حرف این درسته. و همه عقلی که مردان دارن الله به زنان داده و زنان هم در نظر بگیریم توی جامعه، حقوقشون رعایت کنیم توی جامعه. او حقی که خدا داده، او حقی که شریعت داده، باقی حقوقشون، کرامتشون، حرمت زنان که برای زن یا مادره، از چند حالی خالی نیست، یا دختره یا همسره، شریک زندگیه، یا بالاخره خاله و امه و همه. که تلفنش را من نگاه کردم نوشته که امه جان، خاله جان، بالاخره همه اینا حرمت دارن. گاهی زنانی که بنویسن مثلا فرزندانشون جان میکنن، پدران جان مینویسن و این بالاخره همه از آدم و حوا هستن و بالاخره حرمت خواهران رعایت بشود. شرایط جدید دنیا را ما دریابیم و به هر حال در همه مسائل ببینیم که تو چه دنیای زندگی میکنیم و الله تعالی عاقبت همه ما را به خیر بگردانه. و من تاکید میکنم مجدد که میراث زنان رعایت بشه، مهریه زنان. و بعض مهریه را هم وامی نمیدانند، در حالی که یکی از قرضها و دینها مهریه هست. و انسان که بمیره اینجا که می آیند برای مسئله شرعی حوزه، بالاخره اول دینها را خدا گفته شما ادا کنید. اول دین داده بشه برای یتیم بمانه یا نمانه، اول دینها را ادا بکنه. هرچی که از دین زیاد میشه اضافه میمانه او میراثه. و مهریه را هم جز همین دین هست. و مهریه زن پرداخت بشه، گردن میت آزاد بشود، بعد بکیره تقسیم بکنیم. ولازم مهریه سنگین هم نباشه. مهریه را بعضی سنگین میکنن، سنگین که میکنن بعد ادا نمیشه. کسی جای رفته بود که داماد بشه، گفتم مهریه 1000 سکه کنید، 1000 سکه بکنید. البته آدم توانمندی شو، گفت بابا 1000 سکه که بکنی، 1000 سکه را که میتونید مهریه با اندازه باشه که ادا باشه و سنگین نباشه. حالا مهریه که آمده به 100 سکه میکنه هم قابل ادا نیست. ولازم مهریه را یک اندازه بگذارن که قابل ادا باشه، بتونه طرف ادا بکنه، بتونه پرداخت بکنه و برای قیامت نمونه و گردنش بند نشود. الله تعالی توفیق عنایت بکنه. عزیزان من، تنها و تنها آخری رایزم خدمت شما آنه که تنها راه من و شما راه نجات یکی که خدا را به دست بیاوریم. اگر الله را به دست آوردیم، دنیا را به دست آوردید، آخرت را به دست آوردید. سعادت دنیا و آخرت مال تون است، مال شما است. با خدا من و شما راست باشیم و کج حرکت نکنیم، درست باشیم با الله و الله را فراموش نکنیم و از الله فرمان ببریم و گوش به فرمان الله باشیم. و تنها راه
سعادت و راه نجات است. و الله تعالی می فرمایند که اونهایی که منو فراموش میکنن خدایشون فراموش میکنن، خدای مهربان از یاد میبرن. میگه من از یاد نمیبرن، در واقع خودشون از یاد میبرن. یعنی خودشون، یعنی بهره خودشون، سرمایه خودشون از خدا. بزرگترین سرمایه ما الله است. کسی خدا را فراموش میکنه خودش را فراموش کرده، بهره خودش را و سرمایه عظیم خود را از فراموش کرده است. خدا را هیچ فراموش نکنید. همیشه وقت بندگی او را یاد کنید، وقت فرمان بر اطاعت از او یاد کنید و همیشه در جا هستید با خدا زندگی کنید، با خدا باشید و ملتی با خدا، امتی با خدا، جامعه با خدا باشید و عزت دنیا و آخرت مال شماست. و ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت از آن الله، عزت از آن کسانی است که خدا را درست بندگی میکنند، صحیح بندگی میکنند. و الله تعالی عاقبت همه ما را به خیر بگردانه. واقعا و جا داره که من مخصوصا از مردم منزلاب و هم جناب مولانا عبدالحمید که امامت اینجا را به عهده گرفته و به هر حال در این کار خیر پیش قدم شده، شکرگزار باشم که شما امشب اینجا به هر حال تشریف آوردید و در کارها انشالله. چند توصیه دارم خدمت همه شما که به هر حال کارایتون با مشورت، کارای دین هم با مشورت و کارای دنیا هم با مشورت باشه. شما ماشاءالله خود روستا شورا داره و این شورا به هم نباید تنها به یک سری چیزای خاص فکر کنه، بلکه هم برای دنیای مردم، نیازهای دنیا را فکر کند و هم نیازهای آخرت و دین فکر کنه. چرا دین هم از نیازهای مهم ماست و بالاخره جب برنامه باشه، کلاس قرآن باشه انشاءالله و شاید هست، ولی کلاس ابا پیشرفته تری بگذارن و بهتر بگذارن. نیاز قرآن تعلیمش رو ما عام بکنه برای همه، احکام ضروری برای همه یاد بگیرن که بتونن صحیح عمل بکنن. و عزیزان من همیشه بنده توصیه مانه که شما فکر به روز بکنید. ما باید به زمان حرکت کنیم، به روز حرکت کنیم و ببینید که نیاز روز چیه. حالا اینجا توی روزها دنیا پیشرفت کرده، اینجا چه چیزی نیاز روزه بالاخره که باید این مردم داشته باشه. همه زندگی که توی شهر هست اینجا در منطقه جاده نیازه، راه نیازه. ما حالا از این راه آمدیم، از این راه پوگی آمده از قسمت، هنوز خاکی و چاله چوله در کنار شهر زایدان است که همین آرزو میکنه که زودتر از این خاکی بیرون بیاید و راه نیازه. اینجا باید اینجا راه درست بشه، مخصوص این منطقه که یکی از مناطق تفریحی هست و از بهترین منظره را داره. بالاخره راه های اینجا باید ساخته بشن و اینجا بالاخره باید نانوایی دایر بشه. بعضی اجزا نامه نوشتن همون امکاناتی که توی شهر هست باید اینجا داده بشه. این علی جز زاهدانه. این روستای ما یاد میکنیم گذشته روستا بودند، علی این جز شهر باید از امکانات شهری برخوردار باشن. اینجا مدارس باشه، دبیرستان باشه. بالاخره چه اشکال داری که اینجا دانشگاه ساخته بشه و جاهای دیگه دانشگاه ها توی همه مناطق خوش آب و هوا میسازن و بالاخره از اون امکانات شهری برخوردار باشه، سرویس اینجا داشته باشه، اتوبوس داشته باشه، اسنپ داشته باشه و مهم یک نکته که خیلی مهمه امنیت هست که مردم در امان باشن، امنیت، سرقت نباشه، دزدی نباشه
خلاف نباشه و مردم زندگی سالمی داشته باشه. حق مردمه، حق همه هست و که مشکلات اینجا را انشاءالله حل کنن و مدیریت استان هم ما از ایشون انتظار داریم و میخواهیم که به اطراف زاهدان برسه. حالا مدیریت بومیه، بالاخره حتما شناختش بیشتره، حتما دلسوزیش مدیریت بومی تلاش شده برای اینکه دلسوزیش بیشتره. بالاخره باید دلسوزی به اطراف زاهدان باید برسه همه و اینجا را بسازد، مردم راحت باشد، جادهایشون را بسازد، راهایشون اینها زیر سخت اونو هم میشود و تینه نباشن رشد و ترقی نمیشه، سازندگی نمیشود و هم دین سالم و قوی نیاز دارید و هم زندگی دنیا نیاز دارید. جا که زندگی میکنه زندگی نیازه. الله تعالی هم در هر دو بود رشد عنایت کنه و ترقی عنایت کند و مخصوصا تعلیم فرزندان ما هیچ چیزی به اندازه آموزش پرورش از ما نیاز تا از نانمون نیاز به تعلیم بیشتره و باید آموزش پرورش بیشتر تلاش کنه برای فرزندان. اطراف زاهدان همیشه محروم بوده از گذشته، روستاهای اطراف از تعلیم محروم بودند، تعلیم قوی نداشتند، تعلیم سالم نداشتند و باید اینها را مراعات کنند. علما وظیفه شونی که مکاتب دایر کنند، تعلیم قرآن باشه، تعلیم زنان اما به وسیله خود زنان باید را بیندازید که زنان تعلیم بدهند. الحمدلله زاهدان اینجا پر از فاضله هست، خواهران تعلیم یافته و تربیت شده هست، هم مردان هم ماشاءالله هر سال چندین نفر حافظ فارغ میشه، چندین نفر عالم فارغ میشه و اینا چه کار میکنه؟ اینا باید تعلیم بده.